وأزواجه وأتباعه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند تبارک و تعالی بالای ما و شما فضل و احسانی بزرگ کرد که ما و شما این فضیلت فریضه خداوندی را که نمازی خفتن بود به جماعت و تکبیر اول ادا کردیم. و اگر نشاید باشه در این حالت کسانی که از ما و شما صحتمندتر و بقوتتر و شرایط دارتر هستند و آنها را خداوند نصیب نکرده است که از این فضیلت بزرگ بهره مند شوند، باید ما و شما در حق آنها دعا کنیم که خداوند آنها را هم توفیق بده که از این فضیلت بزرگی نماز خفتن که به جماعت است یعنی که بهره مند شوند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید استعیذ بالله: ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بیشک و بدرستی که نماز مردم را از کارهای بد و از کارهای ممنوع و حرام باز می دارد. یگان چیزی دیگر نمیتونه که مردم در اصلاح بیاره. وقتی که انسان نماز میخونه خداوند قلب او را پاک میکنه و ترس وهمی از خداوند پیدا میشه و نه در پنهانی نه در آشکاری دیگر هیچ یعنی گناه و معصیتی را نمیکند. برای همین خداوند فرمود که ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. وقتی که میگه پیامبر صلی الله علیه و که بنده مؤمن به نماز شروع میکند، خداوند ملائکه ها را میفرماید که گناه بنده من بگیره از بدنش تا که او بیگناه شده من عبادت کنه. وقتی که از نماز فارغ می شود، ملائکه ها میفرماید پروردگار این بنده ایتون یعنی نماز تمام کرد، فارغ شد از نماز، گناهی را چی کنیم؟ خداوند میگه که من از فضل و کرم و بزرگیم شرم میدونم که گناهی بنده ما باز بگردونم. این نماز خوندن بسیار یک فضیلتی بزرگ. خداوند میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مقصد آفرینش ما انسان همین است که ما را عبادت کنند. یعنی بزرگترین آنچه خدای تعالی برای ما و شما فرمان کرده است این نماز است. در روز قیامت اولین آنچه که ای ما و شما حسابات گرفته می شود از نماز است. میگویند که اگر از همین نماز که در خبر که ما و شما جواب بدهیم، اگر جواب داده بتونیم پره باشیم از نماز، ان شاء الله که دیگه آسانتر و آسانتر میشه. وقتی از همین نماز کاری ما و شما مشکل باشه یعنی با ما بعدش بدتر و بدتر می رود. و نماز خداوند در این آیت فرمیده است که نماز انسان از کارهای بد منع میکنه. با اینجا یک شرط هم موجود است که با آن شرطی که نماز ما و شما نماز باشه از اخلاص و از خلوص نیت، یعنی که به خاطر ریا و به خاطر نشانتی نباشه. ما اگر نماز باشه پس همون خیلی نماز ما و شما را از یعنی او انسانی که در مسجد میاد نماز میخونه با از ترازو میزنه، نماز میخونه با دزدی میکنه، نماز میخونه با زنا میکنه، نماز میخونه با کارهای حرام انجام میده، معلوم میشه که نماز او کمبودی داره. در کجای نمازش خطاگی و کمبودی داره که او یعنی نماز او نماز نیست. وقتی که قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه که بزرگترین شاگرد حضرت امام اعظم بود، او هم صاحب مذهب بود، وقتی یک نوجوان تعریف کردن در مسجد، شنید از تعریف او به شاگرداش گفت که بیا بریم اون نوجوان از سوال کنیم تا که او ما را جواب بده و ما بنشینیم در نزد او بشنویم. از زهد و پرهیزگاری او جوان تعریف کردند. وقتی که ابو یوسف رحمت الله علیه با همراه شاگرداش رفتن در مسجد، سلام دادن نوجوان، پس سوال کرد که ما را خبر بده جوان از نماز. بس او جوان که حاتم اصم نام داشت گفت شما مرا از آداب نماز سوال میکنید یا که از کیفیت نماز؟ از آداب نماز یا از چگونه خواندن نماز؟ پس حضرت ابو یوسف حیران شد، به دلش گذراند که ما یک سوال دادیم، یک سوال ما رو این نوجوان دو سوال کرد. گفت خیر از آداب نماز ما را خبر ده. گفت اون نوجوان که آداب نماز این که تو قائم شوی به امر پروردگار، به امر پروردگار اجاد برخیزی و طهارت کنی به نیت ثواب
و در نماز داخل شوی به نیت و تکبیر بگوی به عظمت پروردگار و قرائت کنی به تجوید. مهمترین رکن نماز تجوید است. تجوید اینمیه که به ترتیل خداوند در قرآن میفرماید استعیذ بالله در سوره مدثر که ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن به تجوید بخونه. به تجوید همه حروف عربی قطعی. تجوید یک کتابچه که باید او را بگیری، نمازات اقلا که همون سوره های میدونستگیده به قرائت بگذارید. تجوید مهمترین چیزی است که نماز ما و شما یعنی که به تجوید ادا میشه. اگر به تجوید باشه در چند ما شاید که نماز فاسد کنیم و خودمون درک نروشه باشه. و کدام امامی که تجوید نداره و پیش میدراید نماز مردم فاسد میکنه. و به خاطر اگر یک کاری در قفاش باشه دو سه خطاش بفهمه گویا که او معذور پیش آوردن آدم صالح از قفا است و او غلطی او را که بگیره و انسان در اصلاح او یعنی که چیاش نباشه نماز مردم فاسد میشه. یا که این قرائت نتونه پیش بدره، یا که دکتر نباشه، خواندگی نباشه و یگان کس اوکال کنه از پیش خودش. اگر او انسان یعنی بمره به سبب اوکال او در خون او جوابگره، یا که پروا نداره و ماشین مثلا از پیش دست خود یعنی که های میکنه او هم اواری کنه او هم حرام میبره. در کتاب میگه که یعنی که باید یک چیزی که وقتی که شما شروع میکنی علمی او را داشته، وقتی علم نداشته باشه باید که بعد همین تجوید مهمترین رکن نماز است. باید که همه ما و شما در پیش یک خارج کنیم اقلا سوره های نماز ما 5 سوره 6 سوره میدونیم بگذارونیم. گفت شما یعنی که قرائت کنید به تجوید، رکوع کنید به سرپستی، رکوع کنید به سرپستی و سجده کنید به خاکساری و سجده کنید به خاکساری و اتحیات بخونید به اخلاص و سلام بدهید به رحمت پروردگار. که ما شما میگیم السلام علیکم و رحمت الله. یعنی این چی بود؟ آداب نماز. بس حضرت ابو یوسف رحمت الله علیه فرمود که تو ما را خبر بدی از کیفیت نماز، چگونه خواندن نماز. پس اون نوجوان گفت باید تو بگردانی کعبه را بین دو قاشت و ترازوی اعمال را بین دو چشمانت. در وقت نماز باید تصور کنی ترازوی اعمال را بین دو چشمانت و بهشت را از طرف راستت و دوزخ را از طرف چپ و پل صراط را از یعنی که تحت قدم ها تصور کنی و حضرت عزرائیل را از پس پشت. با وجود اینقدر آداب و کیفیت نماز که یعنی که با حضرت عزرائیل که تو را گویا طلب میکنه در همون حالت باشی نمازت، با وجود همین قدر آداب و ترتیب نماز با تو نمیدونه که نماز تو آیا نزد پروردگار قبول شده است یا نشده است. قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه پرسید از اون نوجوان که تو چند سال باز نماز میخونی؟ به این کیفیت به این آداب چند سال شد؟ شاید که اون انسان 30 ساله بود. گو 20 سال حیاتم همین خیلی نماز میخونم، یعنی همین خیلی که تعریف کردم همین خیلی نماز میخونم. بس رو گردون ابو یوسف میگه به شاگردانش گو بیا برویم تا که قضا داریم 50 ساله نماز میخونم، چون که ما یگان وقت به این ترتیب و به این آداب نماز نخوندیم. به همین خاطر باید ما و شما خیلی رعایت کنیم. یه روز یک مسافر همینجا شکایت کرد که جوانای یاش میان همین امر معروف منه هیچ تحصیلش نمیکنن، میان گو پشتاش وقت سجده میکنن دیارن، بریجای تنگ میپوشونن، همه جایشو دیارن. مثلا آدابی مسجد و آدابی نمازخونه باید ما و شما رعایت کنیم که از همین محنت کردگی و طهارت کردگی آمدگیمو یک فایده و یک از امر معروف و نهی منکر. مقصد این است که مقصد هر روز سخنرانی هست، گپ در سخنرانی است، گپ در این است که باید ما و شما وقتی که شنیدیم عمل کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی یک حدیث میگفتن صحابه ها اگر او را اذیت نمیکردن عمل نمیکردن دیگه حدیث او نمیگفت، تا که همه کار را ما و شما فکر کنیم، یعنی ما در عمل جاری کنیم این کارا را، نه اینکه بگیم یک گوش به یک گوش برای دیگه هیچ عملی نباشه که با بار خود معوض میکنیم. حضرت عمر ابن عبدالعزیز با گریه میگفت که مدت اقامتی در این دنیا بسیار کوتاه است، اما ترغیبات دنیایی خیلی زیاد. جوان این دنیا بزودی پیر می شود
و زنده این دنیا خیلی زود میمیرد. مبادا که ترغیبات دنیاگی شما را فریفته کند. شما به چیزهای میگه فریفته شده و یعنی فریب خورده که به زودی از دست شما فنا می‌یابد. یعنی مال و ملک ما از دست ما چی میکنه؟ فنا میاد، دور میشود. ما خوشحال هستیم که مال زیاد داریم و ماشین و خانه و دیگه اینها به زودی از دست ما میروند. برای ما فقط چی باقی میمونه؟ همین نماز و روزه و عملی به قرآن و حدیث و به گفتار پیغمبر رسول. اینها فقط یک چیزی هستند که ما پشیمان دیگه از تمام کارهامو ملامت و پشیمان میشویم ما و شما. و شما میگه در حال قرار دارد که هر لحظه مرگ شما را تهدید میکند. که در کتاب میگه که مرگ بالای شما قنجقه سوار است. چون که یک انسان از پشت یک کس در اسب سوار میشه، هم خیلی مرگ ما و شما را در پشت سوار است. خداوند تبارک تعالی ما و شما را توفیق بده که تا به این گفته‌ها عمل کنیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب و سابین امر معروف و نهی عن گذشتگان همه ما و شما را خدا هدایت ما و شما را به راه راست، راه کسانی که انعام کرده است، نه راه کسانی که خشمگین کنند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.